منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. شنوندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه می‌خواهیم درباره حج، این عبادت بزرگ الهی صحبت بکنیم. حج عبادتی که بسیاری از انسان‌ها و مسلمانان جهان آرزوی رسیدن به این عبادت را دارند. آرزو دارند که برای یک بار هم که شده است در زندگی خود به حج بیت الله شریف بیایند و به دور کعبه شریف طواف بکنند. برای یک بار هم که شده است به این سرزمین مقدس گام نهند و الله سبحانه و تعالی را در آنجا عبادت بکنند. حج در بین عبادت‌های الله سبحانه و تعالی که در دین مقدس اسلام مشروع شده است جایگاه ویژه‌ای دارد. حج عبادتی است که در آن تقریباً همه عبادت‌ها گنجانیده شده است. کسی که به حج می رود طبعاً در مدتی که در حج است نماز می گذارد و برای کسایی که مثلا قربانی نمیدن در بعضی از اموری که برایشان رخ میداد می توانند که روزه بگیرن. در حج ذکر الله سبحانه و تعالی هست، در حج عبادت و دعای الله سبحانه و تعالی هست. یعنی حج یکی از عبادت‌های بسیار بزرگی است که الله سبحانه و تعالی آن را برای ما مشروع قرار داده است. در سوره حج آیه 27 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. به مردم اعلان کن که پیاده یا سواره بر شتران باریک اندام که راه‌های فراغ و دور را طی کنند به حج کعبه شریف بیایند. دین اسلام دین وحدانیت خالص و یکتاپرستی است. یعنی دینی است که اعتقاد به وسطیت در ارتباط با الله سبحانه و تعالی دارد. مسلمانان پروردگاری را عبادت می کنند که از دایره ادراک و ابصار بالاتر است. تنها کسانی می توانند این معبود یکتا را بپرستند و به او برسند که دارای تفکری بلند و نیت و اراده قوی و اخلاص در عمل باشند. حج یکی از شعائر عظیم الهی است. حج عبادتی است که در آن درس‌های فراوانی برای امت مسلمه در آن نهفته است. درس یکتاپرستی، درس وحدت، درس جهانی بودن، درس یافتن مشکلات و رنج و اندوه مسلمانان. در حج ما می توانیم با آشنا شدن با مسلمانان دیگر از مشکلات آنها، از رنج و اندوه و دردهای آنها با خبر شویم. در حج تلقین توحید و یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی است. در حج فریاد توحید است، فریاد یکتاپرستی است. حج مدرسه بزرگی است که در آن انسان درس‌های فراوانی را در زندگی می‌آموزد. همین کلمه لبیک یا شعار حج، ما ببینید در نماز وقتی از عبادتی به عبادت دیگر منتقل میشیم، از رکنی به رکن دیگر، از تکبیر تحریمه گرفته تا رکوع کردن و سجده کردن، میبینیم که
همه این ارکان رو که وقتی از رکنی به رکنی منتقل میشیم توسط تکبیر الله اکبر گفتن، اما در حج توسط لبیک. لبیک شعار حج است. لبیک یعنی اجابت کردن دعوت الله سبحانه و تعالی است، دعوتی که دعوت یکتاپرستی است، دعوت توحید است، توحید و دوری از شرک، دوری از بت پرستی، دوری از خواندن غیر از الله سبحانه و تعالی. لبیک اجابت کردن دعوتی است که شما را فرا خوانده است و جواب دادن به ندای ذاتی که شما را صدا زده است. از نظر دستوری و از روی عقل درست نیست که انسان جواب کسی را بدهد که سخن نمیگوید و کسی را نمیخواند. پس در این کلمه اثبات صفت کلام برای الله سبحانه و تعالی است، اللهی که ما را به این عبادت دعوت کرده است. همچنین کلماتی که در تلبیه و در این شعار مهم حج نهفته است که در آن خضوع و خشوع در مقابل الله سبحانه و تعالی است. این که انسان میگوید که پروردگارا، من حمد و سپاس و ستایش تو را میگویم و به درگاه تو حاضرم و تنها تو را پرستش میکنم و کسی را برای تو شریک قرار نمیدم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. این کلمات متضمن اقرار و اعتراف همچنین به صفت سمع و شنوایی برای پروردگار متعال است که محال است کسی که صدای ما را نمیشنود ما او را دعا بکنیم. تلبیه مشتمل بر معنای تقرب و نزدیکی با الله سبحانه و تعالی است و این یکی از شعارهای مهمی است که حجاج در اماکن مختلف و در جاهای مختلف از وقتی که به طواف بیت الله الحرام شروع میکنن، وقتی که به طرف منا میروند، وقتی که از منا به طرف عرفات میروند، وقتی که از عرفات به طرف مزدلفه میروند، وقتی که از مزدلفه دوباره به منا میآیند، این شعار را تکرار میکنن و بر خود تلقین میکنن که پروردگارا ما به خدمت حاضریم، پروردگارا ما به خدمت تو حاضریم، پروردگارا همه حمد و سپاس و ستایش خاص تو راست و شریکی برای تو نیست و همه حمد و سپاس و ستایش فقط و فقط برای ذات اقدس تو می باشد. همچنین در حج یکی از ارکان مهم آن عرفات است. عرفات میادگاه مؤمنان است. حج، همه حج عرفه است. اگر کسی یکی از ارکان دیگر حج را، یکی از مسائل دیگری که در حج بر انسان لازم هست انجام ندهد، امکان دارد که آن را تلافی کند، مثلا با فدیه دادن. اما عرفات را نمی شود که انسان با فدیه دادن یا 1000 تا گوسفندم کسی فدیه بدهد نمی تواند عرفات را تلافی بکند. پس همه حج عرفات هست و انسان باید سعی بکند که در عرفات حتما حاضر باشد. در عرفات آیه مبارک 3 سوره مائده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شده است. روز عرفه روزی است که الله سبحانه و تعالی در آن روز دین اسلام، این نعمت بزرگ را بر ما مسلمانان کامل کرده است. یعنی امور دینتان را بر شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آخرین و کاملترین دین برای شما پسندیدم. و همچنین در سوره انعام آیه 63 الله سبحانه و تعالی می فرماید که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. این یکی از درس های مهم در حج است که در اینجا الله سبحانه و تعالی می فرماید که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نماز و نیایش من و زندگی و مرگ من برای الله است که پروردگار جهانیان است، شریکی ندارد و به همین فرمان یافتم و من اولین مسلمانم. یعنی همه این عبادات، همه این لبیک گفتن ها، ذبح کردن ها، قربانی کردن ها، طواف کردن ها، از عرفات، از منا به عرفات، از عرفات به مزدلفه و به منا، طواف بر دور کعبه شریفه، همه اینا عبادتی است که انسان خالصانه فقط و فقط برای ذات اقدس الهی انجام میدهد.
همچنین یکی از درس‌های مهمی که در حج وجود دارد کوتاه کردن یا تراشیدن موی سر است که حاجی در روز نحر یعنی روز 10 ذوالحجه 4 امر معروف را انجام میدهد که عبارت است رمی جمرات یعنی همان شیطان‌ها را به سنگ زدن و نحر یا قربانی و حلق یعنی موی سر را تراشیدن یا کوتاه کردن و همچنین طواف بر بیت الله الحرام که البته صحبت ما در اینجا درباره حلق یا همان تراشیدن موی سر است که این برای تقرب و برای به طور قطع همه شما به خواست الله در حالی وارد مسجد الحرام خواهید شد که در امان باشید و سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده باشید و از هیچ کس نترسید. پس تراشیدن و حلق موی سر نیز یکی از ارکان یکی از بخش‌های حج هست که در آن درس مهمی که درس ذلت و خشوع و خضوع در مقابل الله سبحانه و تعالی نهفته است. یکی از مسائل مهمی که باید بینندگان عزیز و گرامی به آن توجه داشته باشند اخلاص در دعا است که ما درس اخلاص در دعا را از شعار حج تا پایان یافتن حج آن را درک می‌کنیم که این درس بزرگ است که میگیم لبیک اللهم لبیک، فقط الله سبحانه و تعالی را میخواهیم، فقط به سوی الله سبحانه و تعالی میریم، فقط او را عبادت میکنیم، به او کسی را شریک نمیآوریم و این اخلاص بسیار مهم است، خاصتا برادران و خواهرانی که قصد دارند در سال آینده به حج بروند. نکته بسیار مهمی نهفته است که شما میلیون ها خرج میکنین به پول کشورتان، یعنی کم از کم بین 4 تا 5,000 دلار تقریبا خرج یک حاجی است که به حج برود. این همه پول را خرج کردید، از خانه و زندگی خود دور شدین، 1 ماه بیشتر سختی راه و مشکلات مسافرت در سرزمین حرمین را متحمل شدید و این همه راه را بین عرفات و مزدلفه و منی پیاده رفتید، قربانی کردید، از پول خود خرج کردید، اما اخلاص اگر نداشته باشید همه این اعمالی که انجام داده اید هیچ به درد شما نمیخورد و هیچ ثوابی و هیچ پاداشی برای شما از بابت آن حاصل نمی شود. پس حجتان باید به خاطر این نباشد که کسی شما را حاجی بگوید، حاجی فلانی، یا به خاطر این نباشد که شما به خاطر اسم، به خاطر ریا نباید این عبادت را، همه عبادت ها را انسان باید خالصانه به خاطر الله سبحانه و تعالی انجام دهد، اما این عبادت خیلی مهم است. امروز متاسفانه میبینیم بسیاری از مردم فقط برای این حج میروند که بگوید که حاجی شده است یا یک پسوند و پیشوند حاجی برای او اضافه شود، که این اعمال مورد پسند الله سبحانه و تعالی نیست و نوعی شرک است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث فراوانی ما را به حج، به این عبادت بزرگ تشویق کردند و طوری که گفتیم باید در این عبادت ما الله سبحانه و تعالی را خالصانه بخواهیم و کسی را به او تعالی شریک قرار ندهیم، زیرا که در سوره بقره آیه 186 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. هرگاه بندگانم درباره من از تو بپرسند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم، پس از من فرمان برداری کنند تا این که راه یابند و رستگار شوند. برادران و خواهران عزیز و گرامی، در لحظات پایانی برنامه حج یک نکته مهم را خدمت شما عزیزان بیان بکنم
و آن این است که هدف از عبادت هایی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما مشروع قرار داده شده هست این است که ما الله سبحانه و تعالی را به یگانگی و یکتایی پرستش بکنیم و اسرار و معانی که در این عبادت ها نهفته است درک بکنیم. مثلا در بخش زکات گفتیم که یکی از اسرار و معانی زکات دادن این است که ما به مستمندان و فقرا کمک بکنیم و سر و یا یکی از اسرار حج این است که ما الله سبحانه و تعالی را به یگانگی پرستش بکنیم و همه عبادات و همه دعا و همه خواسته های خود را خاص و فقط برای الله سبحانه و تعالی قرار دهیم. در پناه حفظ پروردگار متعال باشید. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.